سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیو آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود و ثبتش را می توانید ببینید. شب دیروز و امروز در اکثر منطقه‌های تاجیکستان از جمله در شهر دوشنبه، ناحیه‌های توبه مرکز و ولایت‌های سوخت و ختلان غیر منتظره برف بارید. مشاهده‌های خبرنگاران رادیو آزادی نشان داد که در شهر دوشنبه بر اثر برف‌ریزی درختان زیادی از جمله درختانی که تازه مورچه و گل بستند شکستند. همچنین در برخی از محله‌ها خط‌های برق کنده شدند. در شرکت ایرس مسئول نگاهبین شهرهای دوشنبه چناق که پایتخت را به شمال تاجیکستان می‌پیوندد گفتند با وجود بارش شدید برف حرکت در این مسیر ادامه دارد. با کمک همکارانمان شما امکان خواهید داشت که بعد 3 ساعت دیگر پیامد برف بهاری را تماشا کنید. دادگاه عالی تاجیکستان سامانه خبری اخبارکام را بر روی خط سامانه‌های ممنوع در قلمرو تاجیکستان وارد کرد. مقامات این سامانه را به سازمان در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان ربط داده گفتند با درخواست دادستانی کل دسترسی به آن را قطع کردند. اما میرزا سلیمپور سردبیر سامانه اخبارکام این ادعای مقامات را رد کرده میگوید آنها به هیچ سازمان یا حزب تعلق ندارند و بستن دسترسی به این سامانه حمله مقامات به آزادی مطبوعات و آزادی سخن است. سامانه اخبارکام ماه نوامبر سال 2016 به فعالیت شروع کرده اساساً خبر و گزارش‌های مربوط به تاجیکستان را نشر می‌کند. کرونا ویروس افتتاح گذرگاه یا استکاد 3 طبقه را در دوشنبه به تأخیر انداخت. زمستان سال جاری محمد سعید زبیدزاده معاون اول شهرداری دوشنبه در نشست مطبوعاتی خبر داده بود که تا جشن نوروز امسال این مسیری را به پررگی برای حرکت نقلیات باز می شود. به گفته مقامات تاجیک بازسازی قطعه راه ماشینگرد مجسمه ابوعلی ابن سینا در دروازه غربی در چارچوب برنامه گن پلان یا بازسازی کل شهر دوشنبه و به خاطر جلوگیری از تنبشوی ماشین‌ها در یکی از خیابان‌های مرکزی پایتخت تاجیکستان روی دست گرفته شده بود. در این باره در برنامه خبری معلومات بیشتر می‌دهیم. وزارت کارهای خارجه ازبکستان با ارسال نامه رسمی به حکومت روسیه درخواست کرد است که پرداخت حق پتن یا اجازه کار را برای مهاجران ازبکستانی به تأخیر اندازد. در این باره عوضبک حاجیمتوف نماینده وزارت کارهای خارجه ازبکستان خبر داد. وی گفت عین حال این مسئله از سوی مقامات روسیه بررسی می شود. مقامات ازبکستان میگویند در نتیجه منع فعالیت مؤسسه‌های روسیه تا روز 30 اپریل مهاجران ازبکستانی که در روسیه قرار دارند بیکار میمانند. به همین مضمون سفارت تاجیکستان در روسیه نیز به حکومت مراجعه کرده است و منتظر پاسخ است. مهاجران تاجیک میگویند اعلان کرانتین در روسیه وضع آنها را در این کشور بحرانی کرده است. تعدادی از آنها میگویند که بانک‌های تاجیکستان قرض گرفتند و فعلا امکان پرداخت این قرض‌ها را به بانک‌ها ندارند. آنها خواهش دارند که حکومت تاجیکستان این مشکل آنها را به انابت بگیرد و در دوره کرانتین آنها را از بازگردانیدن قرض و بهره بانک آزاد نماید. در این باره هم امروز صحبت خواهیم داشت، با هم می‌بینیم. و هم در برنامه امروز سیر خواهیم داشت به سنت پترزبورگ و در یک رید مقامات پلیس اشتراک میکنیم. در نوار شما میتوانید ببینید آنهایی که طلبات کرانتین را رعایت نمیکنند چگونه مجازات میشوند. تاجیکستان میخواد بنابر توسعه بیماری کووید 19 در ایتالیا به این کشور 11 میلیون دانه نقاب‌های طبی صادر کند، یعنی کمک تاجیکستان به ایتالیا. این نقاب‌ها با فرمایش شریکان ایتالیایی در کارخانه صنعتی جوانی شهر خوجند آماده می‌شوند. در این زمینه علیه قرارداد امضا شده است. کارخانه صنعتی جوانی از سال 1994 فعالیت داشته، در آن اصول پوره کارکرد پخته به راه مانده شده است. ضمناً این شب روز در کولاب به دوختن نقاب‌های طبی آغاز کردند. این یکی از گزارش‌های امروزی برنامه ماست که با هم می‌بینیم. بینندگان ارجمند، این بود فشرده موضوعهای مهم برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. وقت خوش.